یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگن ما انسان ها همیشه به طبع دل خودمون یک چی را میپسندیم یا که نمیپسندیم. مثلا یک انسان درد میخواهد، یکی درمان میخواهد. یک نفر وصل میخواهد، یکی هجران میخواهد. یک نفر نمیدونم یک ثروت میخواهد، یکی شاید یک آرامش و دور از این دبدبه و دور از دولت و چیها را میخواهد، دور از ثروتمندی را. به این خاطر هر کسی میگویند یک چیز میخواهد، هر کس موافق دل خود. اما میگویند من چی میخواهم؟ منی بابا طاهر میگویند من از درمان و درد و وصل و هجران، من از همه این خواسته های دل پسندم آنچه را جانان پسندد. آن چیزی را که میخواهم که جانان یعنی حضرت آفریدگار برای من نصیب کرده باشد، اون چیزی که یعنی برای من پیش می آید، من همون چی را میپسندم، همون چی را قبول میکنم، اعتراض نمیکنم. ریدن به رضایک، یعنی به خواسته او من هم راضی هستم. به این خاطر دوستان حضرت بابا طاهر همدانی نیز در این دو بیتی این را برای ما میخواهد بیان کردن. خوب امیدوارم توانسته باشیم این دو بیتی را بهر شما عزیزان کشادن و فقط برای گفتن و شنیدن هم نباشد. در زندگی خود ما این صفت را برای خود عادت کنونیم و در رضای دوست ما هم رضا باشیم. بار دیگر دو بیتی را قرائت میکنیم و برنامه را جمع بست. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. خیر عزیزان.